به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنان به سال خردگی رسیدند و این در حالی است که نزد تو هستند، کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحتی و رنجش است به آنان مگو و با پرخاشگری آنان را از خود مران و زیبا و شایسته با آن دو سخن بگو. از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش و بگو: پروردگارا، به پاداش این که مرا در کودکی پرورش دادند و با من مهربان بودند، با آنان مهربان باش. پروردگارتان از آنچه در ضمیر شما می‌گذرد آگاه تر است. اگر در رفتار با والدین دچار اشتباهی شوید، چنانچه صالح باشید و توبه کنید شما را می‌بخشد، زیرا او همواره برای توبه‌کاران بسیار آمرزنده است.